27 سپتامبر در نتیجه مذاکرات رهبران ولایت بادکند قرقیزستان و ولایت سغد تاجیکستان، شهروند قرقیزستان اروزبک میرزویف که یک روز قبل از سوی مرزبانهای تاجیک دستگیر شده بود به جانب قرقیز داده شد. خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت این ساکن دهه ژشتق ناحیه لیلک سال تولدش 1995 از طریق گذرگاه قلونده برگشته است و روز 26 سپتامبر در راه خوجند قانیبادان وقتی دستگیر شد که همراه همسرش در یک مرشروطه تاجیکستان به دهه ژغدالیق تاجیکستان به میمانی میرفت. درباره بازداشت شدن اروزبک میرزویف همسرش به مقامات قرقیز خبر داد. بنا به خبر دیگر، مرزبانان قرقیز روز 27 سپتامبر در ناحیه بادکند شهروند قرقیزستان سال تولدش 1985 را هنگام قاچاق 7 خلطه لباس از تاجیکستان دستگیر کردند. بنا به حساب‌های مقدماتی ارزش مال‌های مصادره شده 300,000 سامانی، چیز بیشتر از 2500 دلار تشکیل می‌دهد. این مال‌های مصادره شده برای تفتیش به مقامات سپرده شده است. یادآور می‌شویم قرقیزستان از 21 مای در پی مناقشه خونین پایان ماه اپریل مرزهایش را با تاجیکستان بست. در آن مناقشه که خونین‌ترین نزاع در تاریخ نزاع‌های مرزی تمام آسیای میانه به شمار می‌رود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. هر دو طرف یکدیگر را در سر زدن مناقشه عیبدار می‌کنند.